سال 1403 سال اقتصادی خیلی سختیه، سخت‌تر از سالهای پیشه. اگه ندونیم چی کار بکنیم نابود. دلار چی میشه؟ ارزش واقعی دلار همین الان 60-65، ولی به خاطر 22 بهمن و انتخابات پیش رو 50-55 نگرش داشتن. ولی همین روزاست که فنرش در بره. تارگت اول 60-65، تارگت بعدی بالای 80,000 تومنه که با انتخابات امریکا رقم میخوره. حالا وضعیت اقتصادی و معیشتی خودتو با دلار 80 تومانی بسنج. طلا چی میشه؟ با توجه به جنگ‌های منطقه‌ای طلا سعودیه قطعاً، ولی تو ایران نرخ سعودیش بیشتره به خاطر افزایش نرخ دلار. تارگت اول 3,200، تارگت بعدی 4.5 میلیون تومان. وضعیت خودرو سال 2024 تحریم های ایران بیشتر میشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه افزایش قیمت قطعات خودرو. پس برای سال آینده افزایش 30% خودرو رو داریم. وضعیت ملک فعلا راکته تا زمانی که دلار و طلا موج صعودیشون رو بدن. بعدش ملک افزایش قیمت شدید رو داره. بهترین گزینه سرمایه گذاری الان وقت سرمایه گذاری روی چیزیه که حداقل سرمایه تو 10 برابر میکنه. اگه میخوای بدونی چیه کپشن رو حتما بخون. سرمایه کوچیک یه روشی هست به اسم EMC که برای سرمایه های کوچیک معجزه میکنه. میتونه هر ماه سرمایه تو چند برابر بکنه. اگه نمیدونی EMC چیه همین الان هایلایت آبی پیجو بده. اگه میخوای تو سال جدید سرمایت نابود نشو، بدونی چی رو کجا بخری و کجا بفروشی و سرمایت رو افزایش بدی، پیجمو فالو کن و منتظر پست‌های بعدیم باش.